انتخابات سرد ایران. در حالی که کمتر از 2 ماه دیگر انتخابات برگزار خواهد شد، هنوز هیچ رغبت و شور و شوقی در میان اقشار مختلف مردم برای حضور در پای صندوق‌های رأی دیده نمی‌شود. نارضایتی عمومی مردم که بعضاً حتی خود رهبران نظام نیز بدان اعتراف می‌کنند، احتمالاً اصلی ترین مسئله پیش روی این انتخابات به شدت مهندسی است. از طرفی نوه خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، سید حسن خمینی که سودای ریاست جمهوری و رهبری را در سر داشت، از کاندید شدن برای ریاست جمهوری توسط سید علی خامنه‌ای منع شده تا در انتخابات شرکت نکند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران هم که مدتی است از قطار انقلاب پیاده شده، از افرادی است که خود را برای کاندیداتوری حاضر می‌کند. این در حالی است که وی چند ماه پیش توسط غلامعلی حداد عادل در طی یک سخنرانی رد صلاحیت شده بود که البته با واکنش تند احمدی نژاد مواجه شد. از سوی دیگر فائزه هاشمی رفسنجانی خواهان تحریم انتخابات پیش رو شده است. به گفته او در این کشور علی مانده و حوزش. اما شاید مهمترین قضیه در انتخابات پیش رو قهر سیاسی مردم از حکومت جمهوری اسلامی ایران است. قهری که میتواند عرصه را بر مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار تنگ کند. نظامی که جایگاه منطقه‌ای و بین المللی مناسبی ندارد، از داخل هم با بحران عمیق مشروعیتی مواجه شده است. فساد سیستماتیک مالی و اداری، فروپاشی پایه‌های اقتصادی با تحریم‌های بین‌المللی، نقض مکرر حقوق بشر و فضای به شدت بسته سیاسی، بحران‌های عمیقی در تمام حوزه‌ها ایجاد خواهد کرد. تشدید فشارهای بین‌المللی بر ایران و مسائل و مشکلات حل نشدنی داخلی این گربه را احتمالاً به یک موش کوچک تبدیل خواهد کرد.